إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تنها پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که در نزد مردم قرآن را آشکارا و با صدای بلند تلاوت میکرد. از این سبب او را آزار و اذیت میدادند صلی الله علیه و سلم. اما اصحابش رضی الله عنهم جرأت نمیکردند تا قرآن را نزد مشرکین با صدای بلند بخوانند. اگر کلمه شهادت را گفتند باعث عذاب و اذیت میگردد، چی رسد به تلاوت قرآن، سخن خداوند ذوالجلال. روزی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته با هم صحبت میکردند. میگفتند کی از میان ما جرأت میکند تا قرآن را با صدای بلند بخواند و اهل قریش آن را بشنوند، زیرا آنها از ما تا حال قرآن را نشنیدند. کی میخیزد از میان ما نزد قریشی ها قرآن را تلاوت میکند تا آنها قرآن را از اصحاب پیامبر بشنوند؟ هیچ کس جرأت این کار را نکرد مگر عبدالله ابن مسعود. گفت من قرآن را نزد آنها میخوانم. عبدالله بسیار مردی خراب و لاغری بود، پایهای خراب و لاغری داشت. گفت من قرآن را نزد آنها تلاوت میکنم. اصحاب رضی الله عنهم گفتند نه ای عبدالله، فقط تو نه. مردی را میخواهیم که پشت داشته باشد، قبیلهش او را محافظت کرده تواند. من میخیزم تا آنکه خداوند مرا از این چیز باز دارد. این از قوت ایمانش درک میداد. گپ تنها در تنی با قوت نیست، گپ سری ایمان قوی می رود. عبدالله ابن مسعود از جایش خیست و به نزد مقام ابراهیم رفت. آنجا قرآن را با صدای بلند تلاوت کرد. ببینید چی سوره را آنجا تلاوت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن. اهل قریش همه آواز او را شنیدند. کیست که جرأت پیدا کرده قرآن میخواند؟ این آواز کیست؟ از کجا می آید؟ آنها در اطراف عبدالله ابن مسعود گیر آمدند. الرحمن علم القرآن. او را می زدند تا از تلاوت قرآن بازش دارند. عبدالله را می زدند لیکن او مدام تلاوتش را دوام می داد و پروای هم نداشت. علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. عبدالله را می زدند لیکن او مدام تلاوت می کرد. چنان سخت می زدنش که خون از او جاری می شد. با سنگها، با نعلها، هر چیزی که از پیششان می آمد با آن عبدالله را می زدند. حال آنکه او یک مرد لاغر و ناتوانی بود لیکن ایمان قوی داشت. قرائتش را دوام می داد. کوشش می کردند تا صدایش را پس کنند لیکن نمی توانستند. علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. او همانا قرائتش را دوام می داد تا اینکه به زمین افتاد و از زیاد ریختن خون چهرهش شناخته نمی شد. خونها از بدنش جاری می شد. در روز دوم با او گفتند ای عبدالله، آیا ما تو را از این کار باز نداشتیم؟ گفت به خدا سوگند که آنها از دیروز دیدن از من خوارترند. آنها از دیروز دیدن از من خوارترند. اگر شما بخواهید من امروز هم می برایم و بار دیگر قرآن را با صدای بلند تلاوت می کنم. او را منع کردند و گفتند نه ای عبدالله، بس است، تو با این کاری کردت کتاب خدا را بر آنها شنوانیدی. این بود عبدالله ابن مسعود. درباره پایهای او پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند 2 ساق پای عبدالله از کوه احد دیده در ترازو وزنین ترند. بله، اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین بودند. با وجود که مشرکان همه آن کسانی را که قرآن را تلاوت می‌کردند عذاب می‌دادند. هر کی کتاب خدای ذوالجلال را تلاوت می‌کرد او را عذاب می‌دادند.
با وجودی که آنها کسی را نمی‌ماندند که قرآن را از پیامبر صلی الله علیه و سلم بشنود، لیکن خودشان دوست می‌داشتند تا قرآن را بشنوند. چه خیل! ابو جهل ابن هشام، ابو سفیان ابن حرب، اخنس ابن شریق که از دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از سرداران مشرکان بودند، وقتی که شب فرا می رسید هر یک آنها به تنهایی به نزد مکانی می رفتند که نزدیکی خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. به تلاوت پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش می انداختند و این کار خود را از یکدیگر پنهان می داشتند. این سخنان خداوند است، نفسهایشان آنها را مجبور می کرد تا به آن گوش اندازند. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ابو جهل به تنهایی گوش میکرد، ابو سفیان نیز به تنهایی گوش میکرد، اخنس نیز همین طور. پیش از نمازی بامداد وقتا که به خانه برگشتنی شدند، هر سه در راه با هم روبرو می شدند. به یکدیگر می گفتند وای بر شما، چی کار می کنید؟ اگر شما را احمقان قومتان ببینند، هر آینه در نفسهای آنها چیزی پیدا می شود. دیگر برای این کار نآیید. آنها اتفاق کردند که دیگر نمی آیند. در شب دوم نیز هر یکی آنها برای شنیدن قرآن رفتند. ابو جهل و ابو سفیان و اخنس هر یکی آنها گوش میکردند، لیکن افسوس که دلهایشان تدبر نمیکرد، گویا که در دلهایشان قلف ها باشد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. در روزی دوم هنگامی که صبح دمید به خانه برگشتند، باز با هم روبرو شدند. گفتند وای بر شما، چی کار میکنید؟ دیگر برای این کار نآیید. در شب سیوم نیز همین کار را تکرار میکردند و هر بار با هم عهد میکردند که دیگر برای این کار نمیآیند. آنها به خوبی میدانستند که این سخنی خداوند است و این پیامبری خدا است، لیکن این یک کبر و سرکشی بود. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. آنها با مردم چنین معامله ها میکردند، لیکن وقتا که شب فرا می رسید برای شنیدن کتاب خداوند ذوالجلال می رفتند. یک مرحله نوی بین مشرکین و مؤمنان سر شد. هر شخصی که ایمان می آورد و ضعیف و ناتوان بود، اهل قبیله‌اش او را عذاب می دادند. اکنون مرحله عذابی سختی فرا رسید. می زدند، گرسنه نگاهشان می داشتند، حتی که آنها را در روی ریگ تفسان می خوابانیدند که از گرسنگی و تشنگی قریب بود بمیرند، لیکن مشرکان پروایی نداشتند. مردم را با قمچین ها می زدند، رحمی نمی کردند. حتی که بلال رضی الله عنه که غلام امیه ابن خلف بود، امیه کودکان را فرمان میداد تا بند را در گردن او اندازند. گردن کی؟ گردن بلال رضی الله عنه. تنها خطاشان این بود که به خدا باور داشتند و او را با یگانگی قبول کردند. بند را در گردنش میبستند و کودکان او را گرد کوههای مکه میگردانیدند، حتی که اثری بند در گردنش دیده میشد. امیه او را گرسنه و تشنه نگاه می داشت، سپس او را در زمین تفسان می خوابانید. در تابستان گرم سپس سنگ کلان را در روی سینه اش می گذاشت. قریب بود که بمیرد، لیکن او می گفت احد 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 احد. امیه می گفت ای بلال، تا مردنت در همین حال می ایستی، یا اینکه به محمد کافر می شوی و یا بلات و اوزا ایمان می آری. اما بلال می گفت به خدا سوگند، اگر بدانم چی کلمه شما را می سوزاند البته آن را می گفتم. احد 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 احد. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا
وليعلمن الكاذبين. جوانی خردککی که نامش خباب ابن ارت است. مولایش امر کرد او را بسیار عذاب دادند. مولایش آهنگر بود، او را در لخچه های آتشین گذاشتند، لخچه گرمی آتشین. او را آوردند و کرته‌اش را از بدنش برآوردند، سپس او را با پشتش روی لخچه تفسان گذاشتند تا اینکه روغنی پشتش جاری شد و آتش را خاموش کرد. این چه آتشی بود که خباب با آن سوزانیده شد؟ کیست مثل خباب در این زمان؟ هیچ چیز پیشی راهی او را نمی گرفت. او را زدند، عذابش دادند، حتی که او را سوزانیدند، لیکن او همانا به خاطر خدا صبر میکرد. آنها را چنین اذیت و آزار میدادند. خباب که آن وقتها 18 سال عمر داشت، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم که در دیوار کعبه تکیه زده بود آمد و گفت: ای رسول خدا، آیا در حق ما دعا نمی کنی؟ آیا برای ما طلب کمک نمی کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که غضبش آمد گفت: پیش از شما نیز امتانی بودند که آنها را آورده چخوری میکندند، آنها را آنجا گذاشته با اره دو نصفشان میکردند و شانه های آهنین را آورده آنها را بین گوشت و پوستخوان‌هایشان شانه میکردند. این چیز آنها را از دین خدا باز نمیداشت، لیکن شما قومی هستید که شتاب میکنید. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عمار ابن یاسیر، پدرش یاسیر، مادرش سمیه، اهل عائله اش را، مادرش را که زنی پیران ساله بود، آنها را سخت عذاب میدادند. عمار نگاه میکرد که چگونه پدر و مادرش را میزنند و او خود نیز در عذاب بود. ابو جهل از نزد آنها میگذشت و با کسانی که آنها را عذاب میداد میگفت: بزن آنها را، چنان سخت بزن که از این کارشان بازگردند. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذشت و آنها را به صبر دعوت میکرد. چه خوش عائله ای است این، همگی در راه خدا اذیت دیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها میگفت: صبر کنید ای آل یاسیر، صبر کنید، زیرا باشیشگاه شما جنت است. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنت و حریر برای چیست؟ برای صبرشان. برای چی؟ برای صبر کردنشان این همه آزار و اذیت را. بلکه ابو جهل لعنت الله آهنی درازی را گرفت. به کی زد؟ به مادر عمار و او شهید شد. اما پدرش باشد از شدت عذاب سخت جام شهادت را چشید. پدرش وفات کرد، مادرش وفات کرد. عذاب را به عمار دوچند کردند، خواستند او را بکشند. عمار را دیگر صبرش تمام شد. درباره پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنهای خواسته آنها را گفت. نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت، گریست و گفت: ای رسول خدا، ای رسول خدا، دیگر صبر کردن نتوانستم و درباره تو نزد آنها چنین و چنان گفتم. و خداوند این آیه را نازل کرد: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. یعنی هر کی در حالت مجبوری کلمه کفر را گفت در حالی که دلش پر از ایمان است، برایش گناهی نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمار گفت: اگر هر چی خواستند بگو، اگر هر چی خواستند بگو. یکی را می زدند، یکی را عذاب می دادند. صهیب رومی را چنان زدند که از هوش رفت. حتی سخنهای می گفت که خودش نمی دانست چی می گوید. او مرد شریف در میان اهل مکه بود، اما وقتی که ایمان آورد او را بسیار عذاب سخت دادند. یکی را می زدند، دیگری را آزار و اذیت می دادند. مصعب ابن عمیر، حتی مصعب ابن عمیر از آنها در امان نمانده بود. مصعب یک مرد شریف در مکه بود، بهترین طعام را می خورد و زیباترین لباس ها را می پوشید و خوشبویترین جوان اهل مکه بود. وقتی که اسلام را پذیرفت، مادرش تمام مالهایش را از او گرفت، حتی که او را از خانه اش پیش کرد و یک مرد فقیر شد که نمیدانست از کجا بخورد و چی بپوشد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون. ابن عباس درباره آنهایی که عذاب داده می شدند چنین گفته است: آنها را چنان عذاب می دادند که حتی آنها از سختی درد درست نشسته نمی توانستند و با آنها می گفتند آیا خدای تو لات و عزی است؟ آنها از شدت آزار و اذیتی سخت می گفتند بله لات و عزی خدای من است، لیکن دلهایشان به سوی خدای یگانه بود. حتی که یک حشرات از نزد آنها می گذشت با تمسخر می گفتند بگو این خدای من است. آنها می گفتند بله این خدای من است. از سبب آزار و اذیتی سخت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین آزار و اذیت می دیدند. چرا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه مرحلة این یک مرحله دشوارترین در اسلام بود و خداوند خواست از میان آنها بهترین هایش را انتخاب کند. ابو بکر صدیق وقتا که میدید اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم آزار و اذیت میبینند و در ریگ‌های تفسان خوابانیده میشوند و با قمچین‌ها آنها را میزنند خاموش نایستاد. مالهایش را در راه خدا صرف کرد. یکی را میخرید به خاطر خدا آزاد میکرد، دیگری را میخرید و در راه خدا آزاد میکرد. به نزد عامر ابن فهیره آمد. او یکی از کسانی است که در جنگ بدر اشتراک کرده است و یکی از مسلمانان سابق در اسلام است. او را خرید و در راه خدا آزاد کرد. یک زن را با نام زنیره که زنی کلان ساله بود او را برای اسلام آوردنش آزار میدادند. ابوبکر او را خرید و در راه خدا و به خاطر خدا آزاد کرد. این چنین در قریش زنی کافره بود که دو غلام زنی داشت، نهدیه و دخترش. آنها را عذاب میداد و آنها را از حد زیاد کار میفرمود و قسم یاد کرده بود که آنها را هیچگاه آزاد نمی کند، زیرا که آنها اسلام را پذیرفته بودند. ابوبکر آمد و آنها را با مالهای خودش خرید و آنها را به خاطر خدا آزاد کرد. وقتا که دید بلال رضی الله عنه را امیه ابن خلف عذاب میدهد و او را در روی ریگ‌های تفسان خوابانیده میزند، گفت من میخواهم او را از تو بخرم. امیه نخواست که او را بفروشد. ابوبکر نرخ او را تا چند بالا می برد تا آن دم که به یک نرخ گران فروخت. ابوبکر رضی الله عنه می گوید اگر به وزن بلال طلا درخواست می کرد هر آینه من آن را می دادم و بلال را می خریدم. ابوبکر او را خرید و به خاطر خدا آزاد کرد. پدری ابوبکر آمد، آن وقتها ایمان نآورده بود. با او گفت ای ابوبکر تو چی کار می کنی؟ چرا مردمی ضعیف را می خری؟ نمی شود که تو مردانی با قوت را بخری تا آنها تو را محافظت کنند. گفت ای پدر من این کار را نه برای حمایت از خودم می کنم. گفت این طور باشد برای چی چنین می کنی؟ گفت من تنها به خاطر خداوند چنین کار را می کنم. مالهایم را در راه خداوند ذوالجلال صدقه می کنم. خداوند درباره او این آیه را نازل کرد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. چرا ای ابوبکر؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف ترضى. بزودی راضی می شوی ای ابوبکر. خداوند بزودی تو را راضی می کند برای آنکه تو فقیران و مسکینان را خریدی و به خاطر خدا آنها را آزاد نمودی و از آنها هیچ چیزی هم طلب نداری. این بود آن کارهایی که ابوبکر رضی الله عنه در اولهای اسلام انجام داد. عذاب با پیامبر صلی الله علیه و سلم سخت‌تر شد. او را بسیار آزار و اذیت می‌دادند، حتی که از نزدیکان خودش آزار و اذیت می‌دید. از عمکش ابولهب در امان نمانده بود. خداوند درباره او گفت:
خشک با دو دستی ابولهب. ابولهب یک زنی پلیدی داشت، زنی بدزبان و فاسده بود. او خارها را در راه پیامبر صلی الله علیه وسلم و در نزد دری خانه اش میگذاشت. وقتا که فهمید خداوند درباره شوهرش آیت‌های نازل کرده است، فکر کرد که این یک هجویه است. نزد اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. آنها نشسته بودند و پیامبر صلی الله علیه وسلم در میان آنها بود. او با خود سنگی را برداشته آورده بود. از اصحاب پیامبر پرسید، حال آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم میان آنها نشسته بود، آن مزمم در کجاست؟ پیامبر را مزمم می گفت. اصحاب گفتند از او چی می خواهی؟ گفت شنیدم که او شوهری مرا مسخره کرده است، یعنی ابولهب را. پیامبر صلی الله علیه وسلم در پیشش بود، لیکن خداوند چشمانش را کور کرده بود. گفتند از او چی می خواهی؟ گفت اگر او را ببینم با این سنگ او را می زنم. خداوند این را نازل کرد. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، یعنی در گردن او بند از لیف خرما می بندند و او را کشاله کنان به جهنم می درارند. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اشتد الأذى. عذاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش از جانب مشرکان سخت‌تر میشد. در یکی از روزها پیامبر صلی الله علیه وسلم در نزد کعبه مشغول نمازخوانی بود. پدر و مادرم فدایش. او نماز میخواند. مشرکان او را دیدند. عقبه، عتبه، شیبه و ابو جهل و دیگر از سرداران کفر به همدیگر گفتند کی به بنی فلانی رفته از آنجا اخلاط و خونپاره های اشتر را می آورد و در حالت خواندن نماز به سر محمد می ریزد. اینجا عقبه ابن ابو معید بدبخترین قوم از جا خیست. رفت و آن نجاست ها را جمع کرد که بعد از تولد کردن اشتر ریخته بودند. سپس منتظر رسول خدا صلی الله علیه و سلم شد که کی سجده می کند. وقتی که سجده کرد آن نجاست ها را در پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. اینجا مشرکین همگی خندیدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم خدای یگانه را سجده میکرد. در حال سجده بود و آن نجاست ها در پشتش بودند. کی این خبر را شنید؟ دخترک خردسالش فاطمه زهرا رضی الله عنها و شتابان آمد و آن نجاست ها را از پشت پدرش دور میکرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازش را تمام کرد به دخترش فاطمه نگاه کرد در حالی که او گریه میکرد به سبب آنچه مشرکان با پدرش کرده بودند. گفت تو غمگین مشو ای دخترم، خداوند نگهبانی پدرت است. صبر کن، خداوند کمک رسانی من است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی مشرکان رفت در حالی که آنها میخندیدند و از این کارشان لذت میبردند. در نزد کعبه اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقشان چنین دعا کرد: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. هر یکی آنها را با نامهایشان دعا میکرد. ابن مسعود که این منظره را میدید میگوید به خدا سوگند آنهایی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم نامهایش را گرفته دعا کرد همگی در اولی جنگ نابود شدند. در جنگ بدر این جماعت شکست داده میشوند و آنها از تو فرار میکنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم را عذابهای سختی میدادند. امیه ابن خلف پیامبر را آشکار و نهان دشنام و حقارت میداد. خداوند این آیه را نازل کرد: ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ابو جهل لعنت خدا بر وی در یکی از روزها به نزد رفیقانش آمد. با آنها گفت آیا محمد رویش را به زمین گذاشت؟ مقصدش از این سجده کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. گفتند آره. گفت اگر من او را در این حالت ببینم پایم را در بالایش میگذارم. گفتند انا محمد آنجاست نماز میخواند. أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. جا ابو جهل از جا خیست و رفت تا پایش را در گردن پیامبر صلی الله علیه وسلم گذارد. ناگهان از راهش عقیب گشت. مردم نگاه میکردند. گفتند چی شده است که به وی نزدیک نمیشود؟ ابو جهل به قفا میرفت و با دستانش گویا چیزی را از خودش دور میکرد. سخت ترسیده بود. گفتند چی شده است تو را؟
گفت بین من و او یک خندقی بود. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم نمازش را تمام کرد گفت به خدا سوگند اگر او به من نزدیک میشد ملائک او را تیکه تیکه میکردند. سندعو الزبانية كلا كلا لا تطعه كلا لا تطعه واسجد واقترب. هكذا كان پیامبر صلی الله علیه وسلم را چنین آزار و اذیت میدادند. از کافران قریش عذابهای سختی میچشید. نفسگیرش کردند، زدند او را. حتی در یکی از روزها یکی از مشرکین نزدش آمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به اسلام دعوت کرد. او اسلام را پذیرفت. آن مرد نزد رفیقش رفت. رفیقش گفت چی شده است تو را؟ گفت اسلام را قبول کردم. رفیقش گفت غلط کردی. قسم به خدا که تو رفیقی من نیستی تا اینکه به این دین کافر شوی و نزد محمد بره و در رویش توف کن. این مرد این کار را کرد. نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و از این روی گردانیده کافر شد و خداوند این آیه را نازل کرد. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا سوف يعض على. به زودی پاداش آنچه در دنیا کرده را با دستانتان میگیرید. همین طور آزار داده میشد. دشنامش میدادند. خویشان و همسایگانش اخلاطها را در پشت درش میگذاشتند. از خانه میبرآمد و میگفت ای بنی عبدمناف این چه همسایگی است؟ این چه همسایگی است؟ همه این کارها تنها به خاطر آن بود که آنها را به سوی پروردگار یگانه دعوت میکرد. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. آزار و اذیت داده میشد لیکن خداوند او را به صبر و طاقت و استواری دعوت میکرد. وقتا که عذاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش سخت شد با اصحابش قرار گذاشت تا در خانه ارقم ابن ابی ارقم که در نزد کوی صفا بود جمع شوند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به طریق پنهانی به آن خانه می آمد و اصحابش نیز پنهانی در آنجا جمع می شدند. وقتا که شب فرا می رسید و مردم به خانه هایشان می در آمدند پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحابش در این خانه جمع می شدند. چه خوش مجلسی بود و چه خوب مکانی. در آنجا ابوبکر صدیق، علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، طلحه، عبدالرحمن، بلال و عمار ابن یاسیر و خباب ابن ارد و کسانی که اسلام آورده بودند در این خانه جمع می شدند همراه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هر آنچه در آن خانه گفته میشد یک سیر بود. چه علمهایی را در آنجا آموخته بودند و چگونه ایمان را در آن شب و روزها زیاد و قوی میکردند. چه خوب مجلسی بزرگی بود و چه خوب خانه‌ای بود که در آن اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم با پیشوا و فخر فرزندان آدم با محمد صلی الله علیه وسلم جمع می شدند. جاء الحبيب